ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی در کوچه سردریا آشی پلو ببیا در کوچه سردریا آشی پلو ببیا آشی پلو مزدار روغن چهار جزدار آشی پلو مزدار روغن چهار جزدار لذت برد دل و جان از پلوی تاجیکان لذت برد دل و جان از پلوی تاجیکان حسیب‌های عزیزی خوشمزه و خوردنی حسیب‌های عزیزی خوشمزه و خوردنی از نواری عزیزان نایل شوند رفیقان از نواری عزیزان نایل شوند رفیقان ای دل‌های اکتبین یک بار خودت رفته بین غافل‌های اکتبین یک بار خودت رفته بین رحمت به کلی دوستان شریکان و مخلصان رحمت به کلی دوستان شریکان و مخلصان ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی در کوچه سردریا آشی پلو ببیا در کوچه سردریا آشی پلو ببیا السلام علیکم تماشاگران عزیز و ارجمند مخلصان و هواداران طبع خوش و گوارا. خوب گفتنی هستم که برنامه گپی این شامینه ما را دوستان آژانسی تنتنه تجربه خیلی بایی برگزاری توی معرکه ها را دارد. از این خصوص من گفتنی هستم که میتوانید مراجعت کنید توی معرکه شما خیلی خاطرمان برگزار خواهد گردید. خوب میگذاریم با همکاران برنامه گپی ما دوستان عزیز و ارجمند. طربخانه قهوه‌خانه زیتون واقع در کوچه سردریا دوستان در پهلوی سودی ولایتی شما میتوانید آمده از نامگوی نوی طعام‌های ملی و خارجی این مکان البته شناس گردید و به هر یکی شمایان عزیز من اشتیاق سفره خواهان هستم. یک مکان بسیار برهوا و زیبا میتوانید با اهل عائله یار دوستان آمده در اینجا استراحت نمایید. همکار دیگری برنامه گپ دوستان استودیوی نواربرداری عزیزان ویدیو دوستان من گفتنی هستم که این لحظه ها این همین یک روزهای تابستان خیلی توی معرکه ها زیاد هستند. از این خاطر شما میتوانید اگر خواهید که صفتی همین چی گویم ثبت و نواری توی شما معرکه شما در سطح عالی باشد پس به استودیو عزیزان ویدیو مراجعت کنید. کارمندان ما کسبی هستند با تکنیک و تجهیزات های زمانوی کار میکنیم. شما مراجعت کنید ما کار شما را بود میکنیم دوستان. و البته از خاطر نبرانیم دوستان عزیز و ارجمند خوشنگ لیبل دوستان صدا پرداز ظفرجان دوستی عزیزی ما تمام چارابینی های شما را با اپاراتور های زمانوی خودش برگزار مینماید یعنی که میگذارند. و البته یگان معمای با صدا پردازی اگر پیدا گردد با ظفرجان مراجعت نمایید. میگذاریم با سرپرستان برنامه گپ دوستان عزیز شرکت مال و محصولات گوشتی عزیزی دوستان الان یک کمترک نامگوی مال و محصولات شرکت مال و محصولات گوشتی عزیزی است دوستان عزیز و ارجمند و من گمان میکنم که همین مال و محصولات با طعم بهترین زیب دسترخوان هر یک خاندان است و این یگانه شرکتی است که دوستان صفتش خیلی عالی است و با نرخ‌های دسترس است. میگذاریم با سرپرست دیگری برنامه ما شرکتی درو تریزی اکپن. شرکت درو تریزی اکپن شما دوستان بینا یعنی که خانه ساخته ایستادید و سرگرنگید که درو تریزه رو از کجا گیرم. امروز در بازار درو تریزه فروشی خیلی شرکت ها زیاد هستند. من به شما مصلحت میدم شرکت درو تریزه های اکپن انتخابی درستی ما و شماست. میگذاریم دوستان با اشتراکداران برنامه گپی امروزه. خوب میگذاریم از دست راست آغاز میکنیم. شریف جان، مظفر جان و دلیر جان لایحه استند اپ بیایید. دوستان عزیز و ارجمند دوستی بسیار سیر و گشت میکردگی من که خود بسیار سیر و گشت دارد علاوالدین جان خوش آمدید دوستان. علاوالدین جان خوش آمدید. عبدو خلیل از دهه مردمش بسیار زنده دل رومان خوش آمدید.
شاعری برنامه ما بحریدین محکم محکمی بحریدین زنده باشه. خوش آمدید. این نفر دوستی عزیزی ما یک خواهش کردن که در برنامه گپ من هم شرکت کنم. این نفر را من برای شما چنین میگم، مهمان از پنجکنتی بوستون غیرت جان، یک قرصنگ میزنیم. پسری از همه شوخی خاندان که گریخته رفتگی بود، من امروز از حیدالله اکا خوش آمدیم. پیری کار استاد غیژک نوازی بسیار نامی، خوش آمدید. دادری علاوالدین دوستی عزیزی ما هلال‌الدین دایره دست. الیاس جان دوستی عزیزی ما حافظ شاگردی عالم جان واحدوف، خوش آمدید. خب نباشد من یک تا لطیفه نو میگم، مادرش باعث کرگی نیاله. همه کسبی مثال حاضر مثال رسم و رسوم بدارم دیگه مادنی کسب کنیم، مشروط کچی ده حاضر درباره مشروط کچی آگاه میزنیم. استالی جراحی مشروط کچی خوابونده ماندگی جراحی بر اساس یه بار سویت مرده است. سویت مراد медсестраها дав висос دکتر نمیدونه چوب کند میوه تریایم короче وای بر افسوس کن خلاصی گپ укол کروس تاثیرش نیست. همه زیخ دکتر شرط وایشه گرفته شپکش خوردن بدارم دیگه دکتر دقت سوز اون طرفانی медсестраها نیمش خوشون تو تیار کروس وای پاتته همه همیشه حالتنده قرابل دارم دست یا دستشان ستیلچه تنجیمی اینا با افقات آمده که گفته جراحی با در اودگاه همین منظری وای کنتنده قرابل دارم دیگه. یک خبرچینی داشته من اون دام یک کس علیه جلسه گفت چیزی کارا بیا گفت مشهود که چه اینا خبرچینی خوشش شوید ما گستر وید دیگر هم معلومش یادم شد یهو دقت یسوع کروس بر خودش به نمیبیاد گستر وید گسوسیام گفت مشهود که چه اینا ها گفت حاضر یا بچه بیستان هم تو گفت داری خیروگیه گفت تخص کرد باشد هولانگی و بعدا ساخونی بود میشه یکیم پوش همین وقتا جنگلمو بچه آمداسیده تو بینات آشناش با خود است آشناده مشته بود است تو نیاکر ابولاش بیخندم گفته ها آشنا گفته است همین خدا توی آموی سر کم کردگیده گفت است نه گفته خدا من با موی جنگل بیتیم من نه گفته یک روز یک تا بچه داداش بگفته است که دادا و امکه بینی چه کال گفت این جیمشین بچه‌ام یه فهمت خفه میشه گفت دادا جین نمیشه ما ایتام و نمیداند می کال بوده گشه گفت دکتر یک بیمار تبابت کردی بدستو کوچانه بعدی حالا چند سال دیدسته اکا شما درست می تینجی می سلامتی و نازمی یازوتان چیزی شد گفت خونی بو وقت رو رفت دخترچه بچه‌ها بازی کردن از بیاد دخترچه‌ها همین آبوفی مادرشه همین قبل دکترچه پشتن نازو بیاد یا که لباسای گفته گفت نوع پر بنده شد حتی دخترچه باشه شکافش هنگی لباسای همشه فروارده میپوشم میگفت در راز کنم همش خیلی بیش میکرد باش گفت که ترسوندم گفت وای ممنون کن این چیزا من رسن نگیر همش خیلی بیش کن ادا کردی یک جو پشت نمیشی کراسی گفتم نمیفهمید است آخر گفت که ممنون کن دونش کفنده امکی گنده های همین کاپیتا توی دوزده میبرد گفت شب به داداش آمدگینده اکنون شکافه که شما مایلاشین دادام آمدن کو وای امکی گنده برفتگیست همون عائله دیگهش که دیدگیش نیست وای حالی شما دکتر گفتید کو وقتی بچه دکتر به تلفن کرده دکتر زنم مثلا اپندیس شده دیگه گفت خیلی اپندیس یک بار میشد اپندیس یک تا یک سنده سالی گذشته گفته بودیم که اپندیس زنتون گفت میدان اپندیس یک تایو آدم دو زنش دو تا شدهش ممکن کو اکو حاضر نگاه کنید خوابگاه ها بسیار خوابگاه میگویم ابشجیتی میگویم یک زنی حامله دار همونجا با آش کرسو آش برسودگی طبق غلطی دست ای وای مامورم هچوت اینجی میفته دوی مامسایش پوشت تا این خاصیتش گنده بچم آش بای میشه گفتسته دوی ماش دست که چینه زیغ نشوید من از این ما مثلا گیریم وقتی حامله دار بودگی من انتفانی صنعتی غلطوندم هیچی نشدم کو کسیت خواهید از باید اما من گفتنی که تماشابینانی ما اگر خواهرکای ما مثلا گیریم همین حالت دا باشن الهیم نفس همشون خلاص شوند چی گفتید همشون روی سفید وای آش دیده شده کن
Vay oşibo hozi naqaltar şut geydi. Ben Muhimcan sarıyım barnum boz sak saval mıydı o da gemi çeti göçüne de Reyhan mitsin. Reyhan Reyhan çuvayn. Reyhan. Ако این رایحان میدونید که یک رستنی بودار کو اطرافش ما بوی زناد گفتم اون دام Vay. Abdülhalil. Abdülkadir tim işten gidecek. Yaktaş. Oşlaşma kutası ki rasvay ama min tobiston vay şud. Yak şar rafta çağızı benim kuta kuva kaçtı gibi bahçe o. Maylaş kutası ki ben yakın kutası. Ya obaz kadar gidi naz budda çok arakada boyup galis ondos atı gut. Rafta جو آباد کرد جوی بار با آبادی کردن آباد کرد بیاد که با هاید نمیشه یک آب جوش کرد باید کرد حمام کن آب جوشان سانی آبادی کن گفت اگر شرط رفته سو همه پول به هایمی هرچه هایمی همه شکل تو آب جوشانده من ذکر نشب خواه رفته برامده آمده خرای بکنچه گفت اگر ها گفت اگر همین گوه تکی ارچه ریحان با بستماندگی باید همین نگاه کن تو نگر مردمی امریکانسو امریکا یک کورم یوادی سیمپوزیومی دوزوی سیف وای کرد تشکیل کرد امریکا وای آلمان رفتگی ایتالیا همه دنیا رفتگی تاجیکستان ولیاکو آبازاری پنجشنبه رفتیان خلاص vay navbati Almanga dutta nemis burumda haftagini paftagini seyfa mana hamiqi kiroz namitonat nashudas ana italyanis burumdagi va ham hamiqi tabarkiz namishad yaponis burumda kordagita harakiri kira akhir xudush kushtas namishad navbati Tojikiston omdas valyako chetanda kishib diyande navbati Tojikiston ha Tojikiston navbati ha bitenu Chokran dako onja hamiqi dunyo burumda kiroz seyfa kushodan nakor agar niyes bitenu Sveta kuştan gittim. Tip torik Svet mırtıki. Çusu. Sveta dar gironi mi git? Ne dar ne giron tam. Hazır. Sveta yamahal dar girona. Seyf lach. Darni seyfangi pul niyest. Yakkum khatorangi odamında libos niyest. Valyako khudshon lustraba chasbidagi kushosiyan olin xikir. Amba گفتنی هستم که بازاری پنجشنبه‌ای دوزابا خدا انصاف کرد. همین بازاری پنجشنبه به رفتی و ماشینت به جا نیافتی می دان همون ساعتت نباشدن میلش بعدی ساعتی ده گفتن گیر. مرما. Ete bahçeci seyip düzüyor daramdısı bayağı müsvet ama kıbdiyan. Kıbdiyanu ha şmo düzmi ol şmo. Ma şmo düzini şmo betem diye gud. Ha amagni şmo değil mi alkay sayım da das from dosyam gufta. همون بچه سونه بوش بگفت کی بابا من مکتب تمام کردم یک عمر زنده میموندگی من گفت اگر چوکنم عمر دراز بینم چوکنم زنگ گرفته است بوش مایلا زنگ گرفتم یک عمر زنده میمونم نه بچه‌ام گفته است خودش 70 برای ژلانت خودش پرده میگیره حاضر نگاه کنید وای شدگی روانشناسا ماده شدگی بچه yosh پر روانشناس نوای نشود یا تا یاویتون روانشناس کار کند بچه نو تولد میشد هنگای دولت نیشه همین خیلی شدگی زمان همین خیلی آفریقا درخت تصور کن تو منظره بالند دو تا مایمون اخکراش تا پایلند تا سنگ پوشت نخیم میبرومدگی درخت پس سنگ پوشت یک ساعت زورساز تپی میغلطد یک وای مایمونی مدینه تو نارینش بین یکره بید گویی مانی ما کویم بچه مانیه گفته یا نشاگی و نارینش سفته است ما اون بچه استرس میشد حیات عجایب ده حیات اکو دوستای عزیز و ارجمند خیلی ادامه میدیم نباشد مرم شریف چون همین یک روز احتمالاً اکنون یک شبانه روز برفت سو خانه پسرش خودش مونده است یک شبانه روز خودش پگاش به عمده بیاد خانه ها بیسار همه جا بیسری باردک همه جا بچه‌ام تینجی می زیگاب چوکی دیگه حتی دو دین شوهان تو من آشنا هم جگزدم خیلی اشتیم کم که نسکی تونو بچه‌ام پیانینه کنی گد آشنا بدادم گوش کنه داوده میتی اد کده همین دوستی نغزده همین ما دوست کویا دیگر کی یک آدم بارمن نگاه کند که هم توی یک پتخود با یک آمدگیش به 3 بکال ریزید میگفته سو پولش میدونسو گرفتم رفته است بارمن آدم به و شوق‌آور اکام یه بخشی ساعت عذر همینه نپرسم طاقت نکرسم چوبا یک آمدگی تو 3 بکال میگیری 4 نیه مثلا گیریم یا یک تا نیه چوبا این خیلی گفت
ما وقتش به 3 تا آشنا بودیم یا دیگر که بینی و زور بودیم گذشتی و احساسی رسپت شد همه هر طرف به برفت همین خیلی مصلحت کردیم که کی کجای کنه پیوه خورد 3 بکال میگیرد ها گابنی حق کنید و 3 اتون زور بلاست بعد یک من نگاه کنه 2 بکال گیتوست دیوای اکا جا میبخشید یک تا آشناتون مرده میگوید نه من عرقوری پفتم دوستی گریه بید خیلی کنم میخواد دوستا هایده خب بعد خونش کامپیوتر بازی کشیدن زنش آمده بعد بید منم یکم کامپیوتر بازی کنم و کنید گفت جیم شیم گفته است توی آنجا oyunu paklasın rafta lastiği temeye gömüyor bu tarz. ofisanda نگاه کنید کاتبه ها اگر آدم کم شود یا یگان خیلی بازی میکنه وکیل میشند که دوتاش بازی کردنش سویتش سرتش همین مردکا مرزان چوا گفت یاتش ماما دینه تلفن کرد ساعتی 12 به پیش قبرستانی به بیا گفتاس مرز گفتاس سونی چوکری گفت نامات همین самолетанда کن یکچند عدالت و وایم بلیت خرید اشتیا براتوسن آمریکا آخیتو آخری جا یک مال سیاردیس میبرد میاد که اون پاساژیر самолетом سخت بالانده یکتا وای شد کروچی موتور اتکاس کرد двигатель همون باز غلطی دنما ممکن همون با کیم چخی کنید خودش زنده میمونده باشه خودش پات داد گفت اگر آنجا کیتای و آخیتو خسته خیتای زنده باد خودش پات فتاس آنجا امریکا زنده باد خودش خودش پات فتاس آنجا تاجیکستان زنده باد خودش افریقانزا پات فتاس یعنی تولدخانه doğdu fiğon balan şuraz doğdu fiğon balan şuvat mesestro da visot manem xel glavraçı goyton god glavraç omdas tinjimi tsegap ki god safoyeva yaxel dod gusyan o safoyeva ma hozir dara vardı tavalut kunal dugonik karan ku gon hamı dugonik buş giriye krosyan çuva god duyamışım ma şumba çıkami famunam ایلوی مثلا گری مردکایی که حاضر منو و قریبی چی انتظار هستن ایلوی بخوش و خورسندی رفته غیرت کو چو جیمشتید شما مرا مادگم تو نباشه گوید یک روز دیگه روز نباشه این سرشوش خندوار باشه یک روز با افندیا بچهش گفت که این دادم جیم چی و من یکم وای اپای من نشد دوستان گفته وای از جوراش پرسید جوراش دست که راو گفته سو همون دنی کاوششون با یا اون تا بیخیا بردمون سبزیمون و اون میفهمن سونیا پیتو میشن توی معرکه با پیتو شده من میکنن گفت این رفته سبزیمون نت داداش برامده دیداست این سبزیه کیمون ülkedeki darab ülkede fahmide سبزیه öyle gifte monda burada joy kavşi bachchash ba tur mondas sonra این برامده دیده دادو ها اما اونجا با بیخی موندم شما فهمید گفته شما چون ما اینجا با تور موندید گفت حاضی کارات تور شدگی بچه‌ام گفته این خنده زنی یا مردک پنشاخ کتی خوشاکا گرفته بمب پرتفته ایسودا نگاه کند پسرش گوید دستشنده ارغمچین شکتی آقل بدارم دسته پدن نلتی چوه این خیلی کنست هم تو بیاد کی بالانده آویزانی شده است پسرم چوه این خیلی شد پسرم چوه این خیلی شد چوه بچی من این خیلی شد خدایا گفتم مناد به بچی هم تکره دادار جان و شو کردی گفت است یه پدرات بلانات آخه چوکر روسی اگو جادا وقتی گفت گردن من قشقه میفته خدا ای روزا نگاه دارد Россияны ساختمانında نگاه کند که прораб نگاه کند که مالدوان 8 قشته براورسوس تاجیک 2 براورسوس ته سن نگاه کنه تاجیک سوزایجی چوات این خیل وای 8 برسوس تو 2 گفت وای مغامبر دی یا بردی فرام دام وای نکرد دیلاش به هر حال دوستان عزیز تماشاگران گرامی قدر اون نفرانی که از روسیه از فدراسیون روسیه برنامه‌های ما تماشا میکنن شهرهاشون من راستی گپ میخونم شهرهای این کس دعوت کنید و این کس دعوت کنید البته ما حرکت میکنیم تو امکانیت بودن ما دعوت میکنیم البته خوب بسیار میخواستم که دوستان عزیز و ارجمند این لحظه ها ما یکون لطیفه نف هست می طرف شما با مرحمت مظفر جان گفتن دوام میدیم لطیفه مرحمت
Yakta latife, yakta müsefit astanovkanda. Ku peş yakta bahçe yoşun mi biliyordu? Ku dukas marşka pozisyonu mi biliyordu? Bakçam. Agar no sahip. No sahip mi? Ha bu ha yakta şey mi? Tıkıştım tıkışı. Bakçam. Hemen noşa nakaş. Noşa kişi skleroz mi şimdi? Mikşa. Badık bu. Bakçam. Ha bu no sahip mi? Hayır. Hepti. Bakçam noş nakaş. Noşa kişi skleroz mi şimdi? Badi paymet bu. Bakçam. Noş sahip mi? Hayır bu git. Hepti. Hemen bakçam noşa kişi skleroz mi şimdi? Nakaş mı? Mesela بعد یک 5-10 دقیقه هم پنیوکان بچم ها بو دیل به زدید کوچه چهارم بار پسوسید گفت زیه گفت نوز گفت یه نوش های میفت. Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیها آمدم من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با توباورش در کار خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود منبع گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدر وردگیش لازم من یک کارگری عادی منبع نغزی نرخش دسترسش لازم برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد برای من صفتش بلندش لازم این خیلی باشد و شما در تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم. اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید. اکپن با پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد. برای آنکه پروفیل های اکپن با گرمی و خنکی طبیعی ما تاباور می باشد. اکپن انتخاب برای تمام حیات. رئیسی کارخانه که همه کارخانه لوی دروازشان روز دوشنبه شتینو رئیس یت لطیفه گون خنداور نیو هم خندیسوس یتشی محکم بولی نخندیس راستیق کرد سرازت معاون رئیس هم چکرش ها محکم جون لطیفی رئیس خنداور نمیگه خنداور رو ما نمیخندم چون که من عریضه نفسی و پگم برو ما بچه که دختر شناس شده روان شما از کجا بود اگر دخترک یا من بالگارکا گفتاسته بالگارکا گفته بچه اشما آگ جوگ دگر بالگارکا و بچه فکرش به بالگارکی وای درم دیگه اسباب شما از کجا دگر من پرفرات کارش دگی ای کارش دگی مگه یا تلاویدیم با این آدم رئیسی کارخانه دیدم برفت اسپانیسته بیو گشت آمده رئیس ول نمیان کار بگود چوبه گفت میسیس روش گنده گری نیفتاد تماشا ببینید عزیز ارجمند میخواستم این لحظه باز رشته سخن رو با شاعری برنامه محکم جان اکا داده باشه برای من محکم اکا من این برنامه ها ما همه خیلی زیبا رفته ایستاده است خیلی زیباست بله ما میخوایم که برنامه ها به چشم نرسد برای همین در هوای سرودی انور جان احمدی دوستی عزیزی ما همین متن ما همراهی راستی تماشا ببینید عزیز ارجمند انور جان چند لحظه میخواستم بیاین لیکن کمی کار پیدا شد بنابراین در هوای سروده انور جان احمدی چشم نرسد با متن محکم بهریدین با تحریری دوستی ما اعظم خان حاضر ما یک سرودی رو اجرا میکنیم اگر نوازنده های ما آماده باشن خب دوستان عزیز الها چشم نرسد رفتیم دورهی گپی ما چشم نرسد بر لحظه های زیبا چشم نرسد بر دورهی گپی ما چشم نرسد بر لحظه های زیبا چشم نرسد هیچ کس بین مایان بگانه نیست هیچ کس بین مایان بگانه نیست بر وحدتی دلی ما چشم نرسد بر وحدتی دلی ما چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد شیفی گپر رو بینه کجوسد بر جوسه رسایش چشم نرسد شیفی گپر رو بینه کجوسد
چونارش چشم نرسد بر چهره چونارش چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد گویی دراز علام زبنده بود بر کله ستنگش چشم نرسد گویی دراز علام زبنده بود بر کله ستنگش چشم نرسد آوازی او مثالی صد بلبل است آوازی او مثالی صد بلبل است بر دایره ترنگش چشم نرسد بر دایره ترنگش چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد بر لبه گپی ما چشم نرسد بر لحظه های زیبا چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد چشم نرسد یک چشم نرسد. تشکری زیاد. من گمان میکنم که انور جان بعد شنیدن این متن و این طرز اجرای ما البته باز از بالای این سرود با کار میکنن خودشون. خیلی من صدلکا میوه های من بینم میوه ها تیز پخته میسال فرق کرید می شفتالو من سیب همین طرفی من اگر ناک های هیچ نیکی پزده من حالی ایسی عکسی بگرن همین حالی سرود خوندن مردم حالی میفهمد میگوید روی مقیم جان انار باین و یک کایبه میکفانی اکو هر یک چیز شیرینیش میکفت دی اکو حال شیرین ده بدسته سانه استاد کفدم همه جای خون زیر میکنه امونه شیرینیشو تروشیش کجا میفهمید استاد امونه اناره می اناره رنگش بنیام کرده رنگش بنیام رنگش پریدگی و باشدگار این خود شیرین نیده نه وای رنگش پریدگی افتاب جزگنک شده کهنه شده ماندگی مقیمکا همین اناره هم وای میشد می پیوندی البته چوبانیه شو میشد اناره هایکو دخترش یامیان پیوند شنانید خودش عقلش چنگ میگیرد که وقتش مقیم وقتش مولا اگر پیوندی خوابش برده که علاوه دیگه ایلام نه اینا مانند شد نه زیادش مانند نزدیک بشید نه اینا به مانند شد نزدیک زیاد بده نه هر کجا چارزم کرد تو رسی تو ازبکستان نه اگر پیوندچی اگر زور باشد اگر شریف جان و مظفر و دلیر باینا میشن سیته میشه اونجا غیرت کام چوب جیم میروه غیرت کام چوب جیم شما استاد صحبت کرده بودن من نه مقیم جان سیگانه شدن بیگانه نشود یک لطیفه میگم استاد قسمی حربی با کمیسیه آمده است اکنون با آمده است با سرباز شما برای چی چشمتون خیلی طبابت دکتر اومد شما دید ها دید چی گفت یاد مال گفت خیلی مالش یاد شما چی با گوشتون خیلی ورم کرده است گفت یونشانگیشم دکتر اومده دید یاد مال پدر یاد برور بر رحمت گفته سو اینشان پرسید دو سیتش همش یاد گفتیان بعد گفته است که یگون وای دوره دیگر پیشنهاد نکرد میگفت نه یگون ما شکایت نداریم و همون التماس دکتر گوید پختش علیش کنه گفت نه اصلش وای آیات برار گفتگی اینا هیچ نکه اینجا برارن اینا هم رنگ براشون سیاهی که هیان نظرم به همون اناری سوختگی با این اینا یک گارد زدگی نه ببخشتانو افتاد زدگی گرم نزنه اینا هم شما باید سفید بگی رهی دربه باشید کشاد که آمده گرد اگر یکی جدا اناری معقول نباشد اگر همین خیچکتن یکی کلاسی کنیم برید پتویده می آید تماشاگران عزیز و ارجمند رسیدیم تا به صحیفه دیگری برنامه ما روبریک استند اپ من شریف چون من رشته سخنرانی میدم دوستان یک روز بابام
آگاه کده همه گفتن داد گفته گفتن که پیشنده آیسبرگ ای تیتانیک میگوتاد گفت هیچکیم اهمیت نداد بعد یک زمانش آخرانی که کینوتئاتر آمده به ما گیرام برآمد من به وام فقط میگم که بچه‌ام همین دختر به دست نبردار میگن همه ما واقعا لغت کده میزنن آچام میگن که بعد شام کوچو نبرو جینو اجینه میزند میگن اما من بعدی خفتم میبرم راستیگه من بعض وقت و من نمیفهمم همین سپیسکه خیلیت میتیم همه چیز گیرام میبیام همه گفتگیشون گیرام میبیام یک روز آپشتی یک تا چیزی نوچیز منه جنگ کدنده همه شو آدم یک تا چیز نوآمدن هر چیزی گم چو اوکات عادت صد نگفتی میدان تو می اوری چوی زنگ گفته است؟ چه؟ چون که اصالت شی یافته است ای دخترها اما یکته سوید اگر شو میکدگی باشنا اگر آرخئولوگ بشه کنتون چون سال اصل کلان شویتون انگلیسی شما ملتر میشن دیروز بولم پروفیل ادنکلاسنیکشون رو دلیت کردم چو دلیت که دوستید گم یگان تا همسیم ماندگیش نبودیم همین گیتلر حیاتش به یگان بار میبخشید گفتگی نبوده است چون که وای تاجیکی نمیداند مرغی ساوریمه نی من دیگر تخم نمیکنم من کمکک برای خودم زندگی میکنم تو دیگه تخم نکده خب نماینده های کتابی گینس گفتیان که کدام منطقه با آدمی پیر های یا با تاجیکستان میریم یا با امریکا میریم امریکا رفتیم امریکا روان یک سر دو بدرم دیگه عربه چکتی مای گاد پشت برامساز شما چند بار گفت بزور یک سر دو گفت است یک سر دو منو یک سر دو اینجا نه هیان یک سر دو تاجیکستان میریم گفت طرفی سامغار من تو گشته سامغار اون تو کوی بیشیف آمده است یک تا موسفیت اسکتی آمده است میگم نماینده کتابی گینس هم کرد بابا شما چند ساله؟ گفتم کرد 103 گفت استیان شما کجا رفت ساسیت؟ گفت عددام گوری ساسیت عدداتون چون میگیرید؟ گفت کاری بوامو نکردیم گفتم اما با کسی که بسیار خندد باز نمیخواد سینو سالهای مبارک به میرسد الهی همه رسد اكو نگاه کنید هم تو اوی کنید اگر مثلا گیریم همه پیر شدگی اسد گذشتگی اسد لکو ایلیاس جان چای خوانندش دست میدیاتر جوش به ناخون کتی گندم نه ریشه رسیدگی اخیر بیه نواختش دست اونجانده علاوه دونه هیلالدین کاک سیگده همون ماشینی پبیدنده ازبکستان میقاپیدو توپی های چسته پشتگی یا وقتا برنامه گاب بود حالم گذاشتون نرفتیم بعد همون بس کردیم سعدالله کوی همون وقت خیان اینو یا اوجه اسکریپکاسیون سعدالله واری گفته استریدی واری که سعدالله واری گفته الا چند میلیون بخردگی اوجه اسکریپکا نیست هم تو کریستیان پول کلان لیکی غیرت اکام هم پنجکین تنده اینو یا موسیقی چای خواندش دیان همین چای قیناق چای همطوری گفتم که مینوش هم دهنه نمی آورد محکم اوجه با چاق زده کروگیته با دندانش ناف برامدگی کدام مرغ خبده پارشه گرفتگی اخرش ند یانشان غالب با یکان تو زورش نویسید کانسرت بخرید سیتی و ها شریفشان مظفر و دلیر کک سیگده آچورت پینسه بر شریفچان سال یاشتر بید من گیراتیه کودتان چند کودتان چند بعدی 5 چند و مظفر با محمد اونه که 7 خلیل تو نیستی خلیل نه همه وقت تو رسیه برفته که علاوه پیریشان زور علاوه دین اوجه همیشه پیر شده که مو برامدگی دیگه مو برامدگی مو اخیر کاکل کرد اخیر قفا با غرامده
علاوالدین یادت حلالدین یادتونه همین گپ گفته که وای بود گفت همون وقت بس کلیراز میشد که اون تو کار چیز زده رفت بچه‌م رفته و بود به گپ دنبالش گامزن اون طرف رفته گفت ها یا وقتا دایره می نواختیم یا وقتا اعظم خان تبلیت که میداد گپ پفته دیگه کارا با نرود فقط گپ بگوید اما تبلیت کسی بگم ساسی گفت اکو تاثیر کرد خیر به هر حال رسیدیم به فرجامی برنامه البته دوستان عزیز همه به پیری رساند خداوند حرکت کردیم برای شمایان عزیز تنها برای خاطری آنه که تعب شما دائما بالیده باشد در این برنامه را آماده کردیم شامتان بخیر باشد به خاندان همه شما خانه آبادی خاطر جمعی را آرزو می نمایم و به سرپرستان و همکاران یک جهان منتداری خویش را میرسانیم خیر عزیزان آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه لذت